در قانون موتور سواری احتیاط شرط اول است، اما برای این نخود مغز هنوز احتیاط لود نشده است. سرعت او به قدری بالا است که خود موتور دچار ریدمان شده است. پروفسورهای مجازی معتقدند این موتور متعلق به رفیق اوست، به همین علت فاز CJ گرفته است. عده دیگر میگویند خانه پارتنر او خالی بوده و او در تلاش است تا هرچه زودتر کارتش را لای کارتخوان بکشد. تسلطی که او روی موتور دارد ما روی شاشیدن نداریم. طبق خبرهای رسیده پلیس برای سر چماق پدر او جایزه تعیین کرده است. اگر با دقت به او نگاه کنید صدای بیل و کلنگ قبرش را میشنوید.